امروز یک ویدیو بسیار کاربردی براتون آماده کردیم. این یک رله فن 206. اول برای اینکه یاد بگیریم چه جوری تستش کنیم باید بدونیم که هر کدوم از این پایه ها، هر کدوم از این پینا مربوط به چی میشن. ببینید یه سری عدد روی کنار این پین ها نوشته شده. این پین 85 و 86 مربوط میشه به برق و بدنه بوبین رله. از طرفی پایه سی میشه ورودی تغذیه خودی کنتاکت رله، که در صورتی که بوبین رله برق و بدنش برسه باید کنتاکت رله از سی به 87 وصل بشه. در صورتی که برق و بدنه خود رله بوبین رله فعال نباشه باید پایه سی کنتاکت سی به 87 A متصل بشه که نورمالی کلوز رله هست. این میشه نورمالی اوپن 87، اینجا میشه نورمالی کلوز اوپن. حالا برای تستش باید چی کار بکنیم؟ ما یه برق و بدنه میدیم به بوبین رله پایه های 85 و 86 رله. اینجا باید مولتیمتر در حالت بیزر باشه و از پایه سی به 87 ما صدای بوق مولتیمتر رو متوجه بشیم. در صورتی که وصل نباشه بوبین رله باید از پایه سی به 87 A که نورمالی کلوز باشه ما صدای بیزر رو بشنویم. اینم از تست رله. یا علی.